همیشه دوست داشتم این چالش رو با مردم بگیرم. سلام بچه‌ها، خوش اومدید به چنل من. امروز اومدیم چالش بگو کیه رو انجام بدیم با مردم. بریم توضیحات سر نفر اول بهتون میگم. اولین شرکت کننده ما هستین، اسمتون رو میشه بگید؟ حمید رضا. هم اسمم هستین اتفاقا. اولین عکس ما اینه. شما نمیتونید حدس بزنید؟ هادی چوپان. اول میتونی حدسش بزنی؟ هادی چوپانی. ماشاءالله. قطعا هادی چوپان. ماشاءالله. این اسپویلر ریزی توش داره اگه یکم دقت کنید. تایسون. ماشاءالله. اینم چیزه یه اسپویل داره وسطش. اسپورت. تایسون. ماشاءالله. مایک تایسون. دارش. شبیه مایک تایسون. نه یک دونه میتونی. مایک تایسون. ایوالله. بله. اینه دیگه بعد بشناسی. این همونی بودش که آبروی ایران آورد. ایوالله. یه نشونه ازش بگو قبوله. رفتش تو رینگ ضربه خورد با اون پسر قد بلند کچله. ایوالله. آقا میپذیریم ازشون. بهش میگفتن هالک ایرانی. ایوالله. این هالک ایرانیه اسمش بگو. سجاد نمیدونم چی. غریبی. درست آقا میپذیریم. ستای اول قراره یکم دوستانه تر رفتار بشه. دوم که هالک ایرانیه. اسمش رو نمیتونی بگی؟ سجاد غریبی. خب از اینجا به بعد دو تا عکس داریم، یکی این عکس، یکی عکس بعدی. اگر این دو تا عکس رو اشتباه جواب بدین این $1 میپره. یا هم میتونی همین الان با $1 بازی رو ترک کنی. هر جور که خودت سر هیچ راهنمایی نمیتونم تو این دو تا بهت بکنم. درک کنی. مرسی. خدمت شما. قابل. بعد شما تا الان $1 رو برنده شد. دو تا عکس دیگه داریم که اگه این دو تا هم درست جواب بدین $2 برنده میشید. میخوای ادامه بدین با این $1 که برین برای مرحله دوم یا با هم $1 خارج؟ ادامه میدی؟ آره. این عکس چهارم دیوید بکامه؟ نه دیوید بکام پشت تتو داره. ولی آره. مسیه؟ تقلب رسوندن به دست از پشت صحنه تقلب رسید ولی قبول به بدنش نمیخورد مسی. از اینجا به بعد دو تا سوال دیگه میمونه. خب اگر انتخاب کنی که بری برای $2، اگر اشتباه بگی این یا عکس بعدی رو میپره این $1. اگر هم که جواب بدی $2 برنده میشی. چیکار کنیم؟ بریم برای بعدی. مسی. ایوالله. درسته. خب نفر آخر این از اونجایی که یکم بدنش ترکه و چیز دیگه. این بازیگره. یک ربطی هم به شلوارش بروسلی. مرسی. آقا شما برنده $2 ما شدید و چون نمیتونم با جفتتون نفر یه بار بگیرم این $1 برای شما. اینم مال شما. خوشحال شدم. خدا. این هم عکس چالش کشتم تو این آخری هم نمیتونم کمک کنم. یواش بکن. خیلی آشنایه. یه ربطی به شلواره داره. نمیشناسم. یه ربطی به شلوار داره. دارم میگم قشنگه. شما متاسفانه برنده جایزه ما نشدیم، اما اگه پیجمون رو فالو کنی $1 بهت هدیه میدیم. انجام میدی این کار یا نه؟ بله. بزن چنلمون. حمید جگ بزنیم. بچه‌ها شما هم تا اینجای ویدیو اومدین حتما این پست رو لایک کنین، چنل ما رو سابسکرایب کنین. مرسی. درست. خب بچه‌ها به پایین ویدیو رسیدیم. برای حمایت ما حتما ویدیو رو لایک کنین، چنل رو سابسکرایب کنید. اگر بازم از این چالش‌ها می‌خواین حتما تو کامنت‌ها برام بنویسید. کامنت‌ها تک تک چک میشه همه و به کامنت‌های همتون پاسخ داده میشه. عشقی.